سلام حضای دل، انشالله که تمام دوستا جور صحتمند باشین. اینجا افغانستان کابل است. عزیزای دل، دین روز هوا بسیار بسیار سرد بود، برف میبارید. امروز هم قسمی که مشاهده میکنه بسیار هوا خنک است. بازم خوش آمدین به قسمت دهم بازار خنده. ما قسم برنامه های مختلف براتون تقدیم میکنیم، ولی خواهشاً لطفاً برنامه ما را سابسکرایب، هم زنگوله را ترنگ شور بتین، تکان بتین تا برنامه خوبتر براتون تقدیم کنم. عزیزای دل با ما باشید. سلام عزیزم، چی حال داره؟ صحتتان چطور است؟ خوب هستی؟ خوب هستی برادر؟ الحمدلله. نام خدا. چطور است هوا؟ خوب است دیگه، هوا سرد است دیگه. نام شریف چیست؟ میر آقا. میر آقا از کدام ولایت هستی؟ از ولایت کابل ولسوالی است. قصه کو دنیا دو روز است. قصه کو بسیار خداوجیزم نگه. خدا رحیم و کریم است. درست است؟ میر آقا عزیز چیز فروش میکنی؟ جراب سودا میکنیم، کلا دوسپیج. یک سوال داشتم، ببخشید. بهترین زمان وقت عروسی کردن کدام سن است؟ در چند سالگی باید آدم عروسی کنه؟ سن مدرح نیست، همون که الله متعال چیزی که تعیین کرده باشد. اگه سنش 70 هم باشه او همون جوان است. اگر سنش 20 باشه، اگر که از نگاه عقل هات، از نگاه جنسی هات که بزرگ نباشه او جوان نیست. اگه سن 20 هم 25 هم باشه جوان نیست. خودت ازدواج کردی؟ بله. چند بچه داری؟ ما الحمدلله یک تا. بچه داری یا دختر؟ دختر است. دختر است. خدا نگاه کن. بعضی خانواده بعض یک تعداد وقتی خانش بچه میشه خوش میباشه، وقتی خانش دختر میباشه بسیار نگران است. چی دلیل است؟ ما در اصل که ما شناخت از الله متعال و از خود نداریم. اگر از خود و از الله متعال شناخت داشته باشیم و در تعیین خودمون نیست که دختر بچه. الله متعال دلش خودش که بچه داد، دختر داد، او نصیب هر چیزی که خوب خودش میبینه امور بر انسان میده. آفرین با شما، آفرین با شما. یک سوال ذهنی برادر عزیز شما پرسان کنم. خب متوجه باش، دقیق باش که بسیار هم ساده هست. یک چیز از گردن داره، سر نداره، دست داره، پای نداره، چی هست؟ خیر است. فوکس کن، فکر کن. بازم تکرار بگم. بگو. گردن داره، سر نداره، دست داره، پای نداره، چی هست؟ نفهمیدم. خیر است. خب خیر است، تشکر. زنده باشه. خیر. عزیزای دل، تعقیب کنین که بهترین همراه هموطن خود دید و بازدید میکنیم. سلام، صبحتان بخیر. همچنان صبح خودتان بخیر. قربان اخلاقتان، نام شریفتان، از کدام ولایت هستی؟ اسم محمد ویس از ولایت کابل. به. از خود کابل جانم. چطور بسیار همه هوا سرد است؟ کجا روان هستی؟ میریم بخیر طرف کار و وظیفه، طرف دکان. دکان چی دکان است؟ لوازم ورزشی. خب به. خودت هم ورزش میکنی؟ جانم. نام خدا. برادر عزیز، بهترین زمان در وقت عروسی کردن در کدام سن است؟ بین 18 و 25. 18 باشه یا 25؟ 18 و 25. خودت ازدواج کردی؟ نه خیر. ازدواج نکردی؟ نه خیر. نه. چرا؟ از چی حساب مالی یا خودت خوش نیستی؟ چه قسمت؟ خب حساب همیشه حساب موشوم حساب مالی است. گپ حساب مالی است. موشوم شاید از نگاه اقتصاد موشوم پسمان هستیم. از این حساب کم موشوم پسمانتر میشیم. راست میگی. تحصیل کردی؟ جانا. در چی رشته تحصیل کردی؟ انجینری ساختمانی پانتون کابل. نام خدا مهربان است. بشک. علاقه داری که به زودی ازدواج کنی؟ ان شاء الله نصیب قسمت بود. هزار دفعه میشه بخیر. یک سوال ذهنی دیگه مزاحمت نمیشم. بفرمایید. یک چیزی هست گردن داره، سر نداره، دست داره، پای نداره. نه میفهمم. یک کم فوکس کن. والا میاد فعلا سوال در جاش نیست. وقتی فکر فوکس سر کار یاسته دیگه مسئولیت زیاد است. از اون خاطر دیگه تشکر. قربان اخلاقتان. بخشش باشه که من مزاحمتون شدم. خب از جای دل میریم به طرف ماندنشی. جور است بخیر. چی حال داری؟ بخیر باش، سلامت. صحت چطوره؟ شکر فضل خدا. زیباییت بخیر. خیر ببینید، تشکر. کجا روان هستی برادر؟ میرم طرف کار میرم سرای شاهزاده. نام شریفت از کدام ولایت هستی؟ از ولایت پنجشیر هستم، ولسوالی آبشار محمد اسمان. چی یک بچه با جرأت کدام سر کار میری دیگه؟ سر کار میرم. بله. قربان اخلاقتان. خیر ببینید، تشکر. بهترین زمان
بهترین زمان در وقت عروسی کردن کدام سند است؟ کدام عروسی بکنه؟ سند 20 سالگی است. 20 سالگی نه؟ بله. خودت ازدواج کردی؟ بله خودم ازدواج کردم. چند تا بچه داری؟ یک تا دخترک کردم و مرده. خدا رحمت کنه، خدا بیامرزه. خوش داری که بچه باشه یا دختر باشه؟ کدامش از زیاد خوش داری؟ هر کدام مشکل باشه من گپ ندارم. مشکل نیست. مشکل نیست نه. یک سوال ذهنی برات میگم، صحیح است؟ بگو. بسیار ساده است. یک چیز هست خوب گوش کن، گردن داره، سر نداره، دست داره، پای نداره. چی هست؟ گردن داره. تکرار کنم؟ تکرار کن. گردن داره، سر نداره، دست داره، پای نداره. چی هست؟ والا یکم فکر کن، خیر فکر کن. همیشه نفهمیدم والا چی دروغ بگم. چطور است که اگه قابلی برخورده خب میتونه مویت؟ آها قابل کرده. خیر بینی. تشکر. خیر بینی. عزیزای دل، جهان سپاس. بازم دید بازدید همراه هموطنان عزیز با ما باشید. میریم به طرف سلام علیکم برادر. صبحتان بخیر. اینک برادر تحصیل کرده. نام شریفتان چیز از کدام ولایت هستین؟ سیف الله ولایت پکتیا. از پکتیای شریف ولایت، درست است؟ اوکی. ببخشین تحصیل کردی؟ یا چی رشته تحصیل کردی؟ کامپیوتر ساینس. جان؟ کامپیوتر ساینس. نام خدا. بهترین زمان در وقت عروسی کردن کدام سند است که آدم عروسی بکنه؟ عروسی کردن هر وقت که پانتون تحصیل خلاص کردن باز عروسی که بکنیم مشکل نداره. چند ساله باشه آدم؟ شاید 18 ساله که باشه مشکل نداره، خود چون مشکلات اقتصادی که باشه باید نکنه. چون که در پانتون فارغ نشه باید نکنه. خودتان ازدواج کردین؟ یس. چند بچه دارین شکر؟ 6 ماه میشه که چیز کنه. نو است خود؟ تبریک باشه. خیر. تبریک باشه برادر. دوست عزیز بسیار خوش شدم که همراهتان. یک سوال ذهنی دارم بسیار ساده هست. میگه گردن داره، سر نداره، میگه دست داره، پای نداره. چی هست؟ ما کم مشکل چی داری داریم. ما پشت زبان هستیم. خب مشکل نیست. تشکر. قربانتان ایرم ما براتان میگم، قربان یک دفعه گوش کن. میگه گردن داره، سر نداره، دست داره، پای نداره. کوزه است، کوزه آب است. اشتباه نیست. نه خیر. کوزه آب است، درست؟ تشکر عزیزا. قربان اخلاقتان، جهان سپاس. ببخشید بسیار خنک است. تشکر. صدا کردی ببخشید. چیان داریم؟ سلامت باشید. نام شریفتان چی است؟ نام محمد الله خوابوکی است، مسئولیت پایشیر. به برادر ما. چطور است هوا؟ در چی کاربار مسئول هستی؟ حالا کاربار یک دونه مترک از داده خداست، نمی کاربار میکنیم مسئول هستیم. خب کرولا شماست؟ کاربار خوب است شما؟ والا خوب است دیگه، شکر است. بد نیست. هر حالتش باید شکر. شکر است میبره. تیل خوب است، تیل که قدر کاربار نیست دیگه، تیل بچون که قیمت است با گاز میشه. چقدر تحصیل کردی لالا؟ تحصیل دیگه 12 خلاص کردم. نام خدا، نام خدا. خلاص کردیم دیگه، نشد دیگه، زمینه مساعد نشد که داخل پانتون شویم تو ماندیم. یک سوال ذهنی دارم لالا جان. بفرمایید. آن چی است که در همه جای است ولی ما خودتون دیدن نمیتونیم؟ خوب فکر کن. خب برای نقلم بتون مرده جان است. خواه دیگه در هر جای هم است دیگه، نزدیک نه. برای نقلم میتون در هر جای هست ولی امیالم هست. امیالم در پیش خود ما خودتم هست. پیش ما خودتم هست؟ امیالا خواه چیز خونه است، تنفس هوا یا رو. هوا. آفرین هوا. مردستانه. تشکر، جهان سپاس از برادر عزیز. بسیار تشکری میکنم. با ما باشین عزیزای دل. صبح زیبایتان بخیر. همچنان بخیر است. نام شریفتان چی هست؟ نامم جمشید است، از ولایت پروان است. به جمشید جان، میتر روان هستی؟ کجا روان هستی؟ میرم دمش فروشگاه اجرگاه کار دارم. خودم خیاط هستم. چهارکار دکانم است. یه کار میکنیم، از اینجا کار میگیرم، اونجا میبرم، جور میکنم، میارم اینجا سودا میکنم. آفرین. برفی چی نظر داری که دیروز بسیار برف بود؟ چه احساس میکنی؟ بسیار احساس خوشی میکنیم. برف و رحمت پروردگار است. بسیار عزیز تبریکیز برای ما شما و حاصلات ما را ضعف میکنه.
کشت زراعت ما بسیار خوب است. با کشت زراعت ما شما دیگه بسیار چیز نعمت پروردگار است. خوش هستی؟ بسیار زیاد خوش هستم. حتی من خودم همه قدر خوش بودم که روزی که ما برف دیدم که افتید در زمین و صبحکی که خیستم از خانه برآمدم و تو در برف خود انداختم. شکر از پروردگار کشیدم. به شک به شک. خدایا شکر هزار بار که برای ما رحمت پایان کردی و عطا فرمودی. دوست عزیز، حالا حرف درست است. بعضیا که زغال نداره، چوب نداره، برای اونا چی گفتنی داره؟ ولاد بیچاره که برف مگه نباشه. بله که تیم دوستا برادرها زیاد یاد میکردیم که آسمان ابر است، اینترنت هم اعلان میکنه که برف هیچ نمیباره و ما هم دمی تصور میشدیم که تیم دوستا یاد میکردم میگفتم یک تعداد از مهاجرینی که از پاکستان آمده آواره است، بسیار مردم پسمان و وضعیت خراب در این وطن است. بله. میگفتم پروردگار خودش میفهمه شاید به خاطر همونا امی برف نبیاره که و یک به سالش برف نباشه یک آدم برای کار کده میتونه، یک لقمه نان بیچارگی پیدا کده میتونه با اولادش بالش. او روز خودم در یک موتر رفتیم و یک سیکتیوان برای ما قصه کرد، گفت من 3 وقت نان 2 وقت میخورم. من گفتم چطور؟ گفت از بس که وضع ما خراب است 2 دانه بیادرم شهید شد، 7 دانه اولاد از یکش سر ما مونده، 7 دانه از دیگهش مونده، 7تش دختر. بله. بسیار وضعیتشان خراب است. گفت من تا 10-11 بجه برایم کار میکنم، بعد از 10-11 بجه را یک 70 روپیه بوره میخرم، 100 روپیه کنیم 100 روپیه نان میخرم. بعد از او واره بازی داده میرم که اینم تا یک وقتی را که من نان واره برابر میکنم، باز میگیرم میرم خانه نان کواره میتونم. شبم همچنان تا 10-11 بجه شب کار میکنم. گفت واره بازی میتونم. تحصیل کردین خودتان؟ نه هیچ سواد ندارم. سواد ندارین؟ نه. من گفتارتان بسیار نام خدا خوب زنده است. باش بخیر. خودت متأهل هستی؟ نه زندار هستم. خب متأهل نیست زندار؟ زندار هستم. خب دوست عزیز، میشه برای ما یک سوال ذهنی براتون بگم؟ یا موبایل که زنگ میه خود زنگ میه نه؟ بله. یک چیزی هست که بدون صدا زنگ میزنه. تق تق دروازه نیست؟ نه. بدون صدا؟ بدون صدا زنگ میزنه. بدون صدا. جالب است نه؟ بدون صدا زنگ میزنه جالب است. بسیار جالب است؟ بله. کم سرش فوق نمیشه؟ ولاد بسیار چیزا در فکر ما است. خنال روی برنامه از آدم اگر. تشکر برادر عزیز، جهان سپاس، بسیار خوش شدم. همیشه در کارایت موفق باشی برادرم. تشکر. برادرای عزیز، قربانتان از جای دل، همراه هموطن بازم دید و بازدید. ببینین که در هوای خنک سلام برادر عزیز. بخیر. چی حال دارین؟ شکر بخیر باش. تشکر. نام شریف چی هست؟ از کدام ولایت هستی؟ عبدالباسط از پنجشیر ولسوالی آبشار. به به به. امروز عزیزان کلش از ولایت مردم شریف پنجشیر است. خب یک سوال ذهنی باز رد اعلام میکنم. یک گوشی خود میبینه که زنگ میه صدا داره نه؟ یک چیزی هست که بدون صدا زنگ میزنن. بدون صدا زنگ میزنن. بدون صدا زنگ میزنن. چی هست؟ نیست دیگه چیز. کی نیست؟ بدر تو چی میگی؟ کی نیست؟ این سوال ذهنی است. تو میگی کی نیست؟ بگو برای من. تلفن که زنگ میزنی که مصروفیت بدون صدا زنگ میزنه. او چی رقمه؟ چی هست؟ دلیلش بگو برای من. دلیل الکترونیکی است. آفرین. خوبش. تشکر. بسیار عالی. از جای دل با ما باشین که هموطنان عزیز همراهشان دید و بازدید میکنیم. یک شخصی میایه بسیار قارم است. خدا کنه که نه انشالله. سلام درود. برو خوب آدم است. ولی من ترسیدم تو نام خدا بدقار آمده. نه خواهش میکنم. نام شریف چی هست؟ از کدام ولایت هستی؟ نام اسم من عبدالقیوم، باشنده شهر کابل می باشم. از خود کابل. آفرین. امی دقیقا روان هستی کجا میره؟ امی دقیقا روان هستم طرف فروشگاه یک کمک کار داشتم. خودت کار داری یا دکان داری؟ نه خودم کار دارم دیگه. طرف سرای شهر. خلاص شدی کجا میری؟ از اونجا دیگه خلاص شدیم طرف 500 فامیلی میرم. با 500 فامیلی چی هست اونجا؟ دکان است، خانه است؟ دیگه اونجا
کم صرافی میکنیم دیگه. آفرین بسیار خوب. میگم این صرافی اگر دلار بالا بره پایین بره فشار خودت بالا میره و پایین. والا دیگه اگه دلار بالا بره دیگه جگرخون میشیم میگیم باش که اقتصاد وطن ما هر چقدر بالا باشه ما خوش میباشیم. مشکلات تحصیلم کردی؟ کردیم دیگه بلا. بلا. در رشته چی؟ در رشته رشته انجینری در رشته اسلامی مقصد خوب هستیم دیگه خدا. آفرین نام خدا. بسیار سرحال هستی. یکی بسیار نام خدا خندروی هستی. نه خواهش میکنم خود شما خوب. تشکر. یک سوال ذهنی دیگه مزاحمت نمیشه. نه خواهش میکنم. یک چیزی هست که بدون صدا زنگ میزنه. بدون صدا تلفن خود زنگ چی میزنه نه؟ این بدون صدا زنگ میزنه. بدون صدا زنگ میزنه؟ بدون صدا زنگ میزنه. والا تعجب کردیم. نه بسیار جالب است. جالب است. بدون صدا زنگ میزنه. بدون صدا زنگ میزنه دیگه. یک آذان است که در وقت نماز بیدار شوی او صدا است. این بدون صدا که زنگ میزنه چی است؟ بدون صدا که زنگ میزنه دیگه همین گوشی است که زنگ میزنه بعد خف کن. دوست عزیز جهان سپاس. یک جهان از خودت تشکر. کدام گفتنی نداری؟ قربانتان. از جای دل دید و بازدید همراه هموطن عزیز. سلام برادر عزیز. خیر سلام. جور هستین بخیر. نام شریفتان چی است؟ از کدام ولایت هستین؟ شمس الله هستم از ولسوالی کلکان ولایت کابل. دقیقا کجا روان هستی؟ در چی فکر بودی؟ طرف دکان روان هستم. دکان داری؟ دکان چیه؟ دکان نمایندگی فوم است. فوم؟ جانا. فوم چیز مثلا چی میفروشی؟ فوم زیر فرش توشک. همین زیر فرشو که پن میکنی امورو میگی؟ جانا. آها. متر چند است اونا؟ او رقم است دیگه. اسپند است اونا دیگه ابری ورس نه؟ بسیار عالی است. از ایران از کجا میاد؟ نه داخل افغانستان جور میشه. از خود افغانستان جور میشه. خودت هم مسئولش هستی؟ من مسئولم فروش چوک هستم. خب به حساب برف امروز بسیار هوا خنک است. چه احساس داری؟ دیروز خیلی برف بوده افغانستان. برف چیز خوب است دیگه. خوش بودی؟ احساس خوشحالی داشتم. نه دق نبودم. بسیار گپ نیک است. مصرفتون چی بود؟ زغال یا چوب؟ مصرف چوب است. چوب است نه؟ جانا. چرا زغال؟ زغال مصرف نمیکنیم دیگه. خب به خاطر که بلاک است نمیشه زغال مصرف. خب بسیار عالی. تحصیل کردی؟ جانا. در رشته چی؟ در رشته ریاضی. آفرین. یک سوال ذهنی است برادر. میگه بدون صدا زنگ میزنه. بدون صداش نداره زنگ میزنه. تلفن خود زنگ میزنه صدا داره. این بدون صدا زنگ میزنه. بدون صدا زنگ میزنه. نفهمیدیم بیاده. بله فکر کن. خب مشکل نیست. من خودم میگم سیست. اجازه است که من بگم. دوستای عزیز بیننده های گل قند نبات چقدر ساده است. بدون صدا زنگ میزنه. آیین است. آیین زنگ نمیزنه. قربانتان. تشکر. سلامت باشین. نام شریفتان از کدام ولایت هستین؟ از ولایت کابل. حالا محمد هستم. بله. میشه سمت چی سعی کنین؟ دوست عزیز از کدام ولایت کابل هستین؟ از ولایت کاپیسا. کاپیسا. بله. کجا میری قند لالا ایسم؟ وظیفه میریم طرف کاروبار. وظیفه چی است؟ کاروبار شخصی است. شغل آزاد است. بله. شغل آزاد. چی میفروشی؟ بله. چی سودا میکنی؟ دکانداری مواد خوراک است. خوراک از خودتون است؟ بله از خودم. کاربارتون خوب است یا نه؟ خوب است. فضل خدا خوب است. فضل مرحمت خدا بهتر است. بله تشکر. تحصیل کردین شما؟ بله الحمدلله. چی بیشتر؟ داشتیم تکنولوژی معلوماتی. آفرین. معلوماتی نام خدا بیشتر است. میشه که برای ما گفتم میتونین که یک سوال ذهنی است. آن چی است که بکشی او را بکشی دراز شده میره؟ برای سوالت خیلی مشکل است به خدا. خیلی آن چی است که او را بکشی او را باز بکشی تو دراز شده میره. هر چی که بکشی دراز شده میره. خب هر چی که بکشی دراز شده میره. والا نمیفهم به خدا. همین سوالت عاجل. خیلی فکر کن. سلامت. نمیفهم. قربانتان. تشکر برادر عزیز. قربانتان.
سلام علیکم برادر عزیز، صبح زویتون بخیر. صبح تو بخیر. از کدام ولایت هستی؟ نام شریفتان چی است؟ نام اکرم است که از ولایت چیست میربچکوت. اوه سمت شمال. شمال. به چک جای هوا چطور است اونجا برف کرده بود؟ اینجا خب کابل برف کرده. اونجا برف زیاد است یا کابل؟ نه اونجا زیاد است. نیم متر شده بود برف؟ یک نیم متر شده. به طرفای سمت شمال نیم متر نشده، کمی کمتر. خدا اعلان نتا. مگم از اینجا کده زیاد؟ از اینجا کده زیاد است. اونجا خو یک ذره چیز سال ده سوایش از اینجا کده. کجا روان است می دقیقه میرفتی؟ میرفتم یک نقصه است که پیش بولانی پاز مانده بود، میرفتم شفاخانه. یک دخترکم کلکش سوخته بود، شفاخانه چی میدم میوان. استاد کلک از او به خاطر چه سوخت؟ گاز بود چی بود؟ در بخاری خاص بود که قیل کرده بود، دستش چسبیده بود در بخاری. آلینی کلککش در اینجا چسبیده. دیگه باش که بریم. چند ساله بود؟ او خاص بود که اوجا کاوردیم گفت ضعیف است. گفت حالا نمیکنه، مال بریم که میشه نمیشه. نمیکنن شفاخانه میوان. در شفاخانه میوان است نه؟ بچه مالا در حساب سوختگی اینجا میگیرن نمیگیرن؟ در چی خبر دارم شفاخانه استقلال؟ چرا اونجا نبردی؟ خب یک دفعه بودم که خطر داده بود، گفته بود بیاد از 17 دلوا عملیات میکنن. دیگه باش که میکنن یا نه؟ ما که رفته بودم در شفاخانه استقلال اونجا نفرات زیاد شیشته بود، روش سوخته بود، دستش سوخته بود، گردن سوخته بود. پرسان کردم گفت اینا را یگان دفعه از حساب بی احتیاطی گاز است. گاز یارو نه گاز نه، در بخاری سرخ بود. دیگه خوارزدگه کم کودقیل کرده بود، دست خود در بخاری گرفته بود. خیلی من زیاد مزاحمت نمیشه. تشکر برادر عزیز، قربان اخلاقتان. از جای دل با ما باشین. هوا بسیار خنک است. اینجا کابل افغانستان است. سلام و درود با سلام علیکم. به نام خدا. چی حال دارین؟ خوب هستین؟ صحت. نام مبارکتان چی است؟ از کدام ولایت هستین؟ عبدالرحمن از ننگرهار. ننگرهار. بله. برادر جلال آباد برای ما گفته میتونین که کابل اونجا خود شما عادت کردین، هوا بسیار گرم است در جلال آباد. اینجا در نظر چقدر خنک است؟ اینجا خنک زیاد است. یعنی اینجا زیاد عادت داری یا جلال آباد؟ کدامش خوب است؟ چون هوای گرم زیاد. امروز آمدیم خنک زیاد است. بسیار خنک است نه؟ از جای کسایی که در جلال آباد پاکستان اینجا زندگی میکنن بسیار هوا داغ است. اینجا که در کابل بسیار هوا خنک است. ما قوارش میبینیم بسیار یخ گرفته شد. منم بسیار خنک گرفته. اول که تو گرفتی خنک است. خنک است. چه احساس میکنی برف در افغانستان؟ بسیار احساس خوشی میکنم. برف فایده داره یا نقصه؟ فایده داره. او زیاد میشه زمین. کسایی که با زغال چوب نداره اینا میگه که نباشه چی؟ میگه خدا یک کم هوا گرم باشه. بر از اونها چی گفتنی داری؟ بر زوا دیگه چی بگیم؟ خیر است. تحصیل کردی؟ در رشته چی؟ در رشته زراعت. زراعت؟ خودتون متأهل هستین؟ چند تا بچه دارید؟ ما ماشاءالله 10 10 بچه داری؟ خیلی گپ راست است که نام خدا برادرای جلال آبادی هر کدامش 10 دانه است. این راست است. عروسیم 2 تا است. 2 تا عروسی کردی؟ به خوشا به حالت. مرا دیگه مرا چکای مرا. تشکر. قربان اخلاقتان. جهان سپاس. بسیار خوش شدم بیا در آغوش من. قربانتون نکو دیگه زیاد بغل. تشکر بخیر. خب قربانتون لالا جان تشکر. نام مسیح ولاس از ولایت کابل. خب امی دقیقه کجا روان هستی میری؟ امی دقیقه سرای شاهزاده. خب نام خدا خودت صراف هستی؟ صراف نیست، من اینجا کار میکنم. حواله؟ بله. چقدر است؟ هست. روز بو کس نمیبینه، تلویزیون نیست. اگر ببینه هم کشورهای اروپا میبینه. چقدر پیسه است؟ 1 دلار است؟ 1 دلار رو برای چی کار داریم؟ خب خیر است بگو 20 لک. 20 لک هست نه؟ نه 20 لک نیست. دوست عزیز امروز شوخی کردم. در چی کاربار خودت مصروف هستی؟ کاربار آزاده. کار آزاد دکان داری چی داری؟ نه در یک دکان کار میکنم. خانه شکر از خودت است، میشه قصه کنی؟ بسیار هم خنک شما را گرفته فکر کنم. خنک هست. بسیار خنک است نه کابل؟ امروز هوا بسیار پایان است، درجه حرارت دیگه
خانه از خود است برای خانه از خودتون بله، است؟ از خود خوش ماست. شکر شکر. از شهر کابل است. بلند منزل دارین یا همه خانه نه، خانه گلی است؟ عادی. خانه عادی. شکر از هزار شکر است. هزار باشه. تحصیل کردی؟ بله. در چی رشته؟ ما حقوق علوم سیاسی را خواندم از بله، پانتون بله. کاردان. یا فعلا هم ماستری میخوانم. نام خدا. ماستری روابط بین الملل پانتون کاتب. سال آخر است بخیر. سال آخر چند سال است؟ ما 25 ساله. چرید نمایا 100% چرید 21 مایا. نه 25 ساله است. ازدواج کردی؟ نه خیر نه هنوز. نکردی ازدواج؟ چرا؟ خب دیگه ازدواج کار خدا تقدیر قسمت است دیگه. هر وقتی که قلم زده باشه اما خدا منصوبه کنه. خوش هستی که ازدواج نکردی یا خوش نیستی؟ والا شکر خدا خوش هستم دیگه. با این حالش هم خوش هستم دیگه. حالت متعلی دیگه ندیدیم، تجربه نکردیم. اگر ما همکاری کنم امروز که بری خانه یک نظر بتون سرت دیده دیوال گلاسا رو میده کو نظر چی است دیوی شاید 100% آقایت قبول کنه گلاس دی قصر لغا دیسه کو میفهمه که آدم چی میخواد یا نه تو نمیشن نه تو کار نداره حالا ببینم خودم میرگی بنداز والا انت ما خمی کار کردم دیگر خم کس نمیگیرید نظر چیست کار خاط کردم. تشکر برادر عزیز، جهان و سپاس، قربان اخلاقتان.